فکر کن زبونم لال قراره اعدام بشین، غذا چی سفارش میدین؟ بیاین به چند تا از این غذاهایی که سفارش دادن بپردازیم. تو سال 1963 قاتل آدمربایی به اسم ویکتور فگوئر تو سن 28 سالگی رفتن که اعدامش کنن. ایشون یه دونه زیتون بدون هسته قبل از اعدامش سفارش داد. بله، یه دونه زیتون بدون هسته. یا تو سال 1994 آقای جان وین گسی رو در سن 52 سالگی به جرم تجاوز و 33 مورد قتل خواستن بگیرن بکشنش. یه چیزی سفارش شد که همه نگهبانان تا یه مدت آب دهنشون آویزون بود. ایشون 12 میگوی سرخ شده، 1 پرس مرغ KFC، سیب زمینی سرخ کرده و 1 پوند توت فرنگی سفارش دادن. یا ریکی ریکتور در سال 1999 محکوم به اعدام بود که ایشون هم استیک گوشت، مرغ سرخ شده، کیک پای گردو و شربت گیلاس سفارش داد. همیشه از اینا دوست داشتم. تو سال 1989 هم یه قاتل فراری که به جرم تجاوز و 35 مورد قتل محکوم به اعدام بود به اسم تد باندی، 43 سالش هم بود، استیک نیمپز، تخم مرغ عسلی، توست به همراه کره، ژله، شیر و آب میوه سفارش داد. تو سال 2010 ترزا لوئیس 41 ساله به جرم قتل و توطئه و سرقت محکوم به اعدام بود و آخرین غذاش هم مرغ سرخ شده، نخود فرنگی با کره، کیک پای سیب، نوشیدنی دکتر پپر و همینا بود دیگه. استیون فردریک اسپیرز 54 سالشون بود که قبل از اینکه به جرم قتل اعدامش کنن درخواست کرد یه پیتزای بزرگ گوش برش بیارن. خدا بیامرزه هر کدوم یه ذائقه‌ای هم داشتن، مثل این دوست عزیزمون آقای نیوز دیاز که سفارش آخرین غذاش رو رد کرد و حتی غذای زندان هم نخورد. خیلی تلخ سوالمو میپرسم، به نظرتون از این غذاها و برنده تو ایران داریم؟